از ماجرای بازگشت امیر تتلو به ایران، واکنش جنجالی رضا پیشرو به این اتفاق، تمامی اخبار رپ هم در این ویدیو موجوده. لطفا قبل از که بریم ما هم دیگه این ویدیو رو ببینیم دکمه سابسکرایب و مرامی بزنید، زنگوله جفتش هم فشار بدید تا ویدیو ما به دست شما برسه. عاشقتونم. منزل حسین توحید در لس آنجلس مورد سرقت قرار گرفته. او ادعا کرده حدود $1,000,000 ساعت و جواهرات از او دزدیده. من از بسکتبال خونه دزدیده، تمام زندگیمون رو برده. حتی اون هم بود، همه ساعت هم دایموندا همه لباسمو ریخته. ویدیوی دوربین مداربسته منزل حسین توحید زمان سرقت. توحید دیشب به تماشای بازی بسکتبال رفته بود و با استوری گذاشتن اطلاع و فرصت به سارقین داده. استوری های اینستاگرام تا حالا در آمریکا باعث کشته شدن حداقل 2 رپر به بهانه سرقت شده است. شاید در استودیو در حال ضبط آلبوم پیتزا. ادیتای لحظه آخر سر ضبط پیتزاییم دیگه، منتظرش باشین که خیلی خفنه. سلام عرض شد. ادیت تکس لحظه آخره. من خونه یکی زنگ زدم سرداره خیلی قدیمیه در نمیاد مثل آهنگ عقده‌ای از شایعه با همکاری تار صلاحی موفق شد به 1,000,000 استریم در ساوند کلاود برسه. این 6مین میلیونی مجموعه آماده باش در این پلتفرم بود. امروز صبح عکسی از آرش سرطان در بیمارستان به همراه شایعه درگیری جدید او با افرادی در کرج پخش. عکس سمت چپ به دلیل شخصی بودن تصویر سانسور شده است. استوری آرش سرطان این شایعه را تکذیب کرد. وایس جدید آرتا و به تعویض افتادن موزیک جدیدش به جمعه همین هفته به دلیل مشکل در میکس و مستر افتاد. خب برعکس امیدوارم حالتون خوب باشه. میدونم همه منتظر آهنگ عرب بریکسید ولی آهنگ جمعه میاد. 3 روز افتاده عقب به خاطر اینکه میکسش مشکل داشت و اینکه باید آهنگ به بهترین مدل بیاد بیرون. حالا من واسه اینکه جبران کنم قرار بود آلبوم هیتمن کلا یه دونه سینگل ترک داشته باشه بره تو آلبوم. مثلا میکنم ماه دیگه هم یه دونه سینگل ترک دیگه بدم بهتون که جبران این 3 روز بشه. عشق منی دمتون گرم که تا الان وایسادید. 3 روز دیگه آهنگو داریم، برو بریم. آهنگ بالنسیاگا از پوری با همکاری یک ساده موفق شد در ساوند کلاود به 1,000,000 استریم برسه. این موزیک 4مین میلیونی مجموعه پد در این پلتفرم بود. پست جدید سراب ام جی در تلگرام. اونایی که هی میگن کار گنگ بده دندون رو جیگر بذارن، کار گنگ هم میاد، اونم چه گنگی. عکس جدید حمید صفت پوری و منیجر حمید صفت. های فیزیکی آلبوم نسخه از هیپاپولوژیست آماده شده و به زودی برای خریداران ارسال خواهد شد. عکس جدید جیدال و روناک یونسی بازیگر سابق صدا و سیما در یک ایونت انگیزشی در تورنتو. کنسرت جدید امین تیجی، آیسین و تیم شنبه 14 دی ماه در تهران برگزار خواهد شد.
ادمین تتلو در یوتیوب تتلو نوشت که ممکنه که سلطان رو بنابر درخواست خودش از مرز زمینی وارد کشور ایران کرده باشه. اگر همین اتفاق افتاده باشه به هر حال وارد کشور خودش شده و تتلیتی‌ها و هوادارا همیشه پشتش هستن. با هشتگ امیر تتلو از طریق مرز زمینی تحویل پلیس ایران داده شد و در آذربایجان غربی دستگیر شده. اکثر خبرگزاری‌های داخل ایران ورود امیر تتلو به ایران و دستگیر او رو تایید کردند. اقدامات او برای دستگیری گسترش فساد و فحشا دعوت افراد زیر 18 سال به خانه خودش برای رابطه شاکی خصوصی بوده است. شایعاتی هم شنیده شده که او امروز به زندان اوین منتقل خواهد شد. مهمترین اقدامات تتلو در گسترش فساد و فحشا راهخوان برای حضور نوجوانان زیر 18 سال محل زندگیش در استانبول بوده است. شکایت خصوصی این خواننده غیرمجاز شکایت‌های متعددی در دستگاه‌های قضایی علیه وی ثبت کرده بودند. مهمترین شکایت این فرد نوجوان زیر 18 سال و خانواده‌هایش هستند. خبر ورود امیر تتلو به ایران توسط ادمین خودش هم تایید. ظاهراً پلیس ترکیه سلطان رو به مرز زمینی ایران منتقل کرده و تحویل پلیس ایران داده. این درخواست خود امیر تتلو بوده که به ایران برگرده و با پای خودش هم رفت برای اینکه به ایران دیپورتش کنه تا مستحق احترام و امنیت از هر کی که از این لحظه با ایشون ارتباط مستقیم خواهد داشت درخواست می‌کنیم که با نهایت احترام در شأن یک آرتیست بین‌المللی به وطنش برگشته تا دیگه طعمه گرگ‌ها و درنده‌های بی وطن نباشه رفتار کنه. نویس شبکه خبر صدا و سیما و تایید دستگیری امیر تتلو به قضایی امیرحسین مقصودلو ملقب به تتلو تحویل ایران و بازداشت. فایتر و دوست صمیمی امیر تتلو با پخش وایسی از او گفت که امیر تتلو کاملا قطعی بود به بازگشت به ایران و هیچ جوره منصرف نمی‌شد. وقتی همه رفیقاش گفتن نرو ولی او کاملا به تصمیمش مصمم. چاکرم داداش، من دارم داداش، من نظرم جدیه، میخوام برم ایران و هیچ کسی هم نمیتونه نظر من احترام عوض بکنه و خوش میام از رفیقام که به نظر من احترام بذارن و اعتماد داشته باشن به من. و خبرگزاری ایمنا هم اینطوری گفت. به گزارش خبرگزاری ایمنا امیرحسین مقصودلو ملقب به تتلو خواننده غیر مجاز در ترکیه زندگی می‌کرد. طی سال‌های اخیر اقدامات گسترده‌ای را در جهت گسترش فساد و فحشا در بین جوان و نوجوانان داشت. شنبه 12 آذر ماه 1402 خبر دستگیری مقصودلو توسط پلیس ترکیه منتشر شد. وی امروز چهارشنبه 15 آذر ماه 1402 در مرز بازرگان تحویل ایران داده شد و بلافاصله با دستور قضایی بازداشت شد. بر اساس اعلام دادگستری استان آذربایجان غربی لحظاتی پس از بازداشت امیرحسین مقصودلو تتلو، مقام قضایی در استان آذربایجان غربی در خصوص تحقیق از اتهامات انتصابی متهم را تفهیم اتهام و در جهت تکمیل تحقیقات تحویل ضابط قضایی داد. گفته میشه هم تصویر زیر اولین عکسی از تتلو در خاک ایران است که داخل اداره کل گمرک بازرگان گرفته شده. همونطور که میدونید امیر تتلو با رضا پیشرو به مشکلات شدیدی برخورد. اتفاقات یعنی که رضا پیشرو گفته امیر تتلو حقش نبود برگرده به ایران با این همه فساد و فحاشی و حق دیگر آرتیست‌های مثل منه که برگردیم به ایران و داخل کشور خودمون زندگی کنیم. رسانه‌ها پخش کردن و از طرف کانال رپ فارسی یعنی کانال ما نه تایید میشه و نه تکذیب. آخر ویدیو با ما همراه بودید تا ویدیو بعدی. خدا نگهدار.